کارت پرون آمدیم برای ما گفت که بری خانه‌تون 1 ساعت وقت دارید دیگه از خانه‌تون خداحافظی کنیم ما شما با پنجشیر میریم دیگه کابل بر نمیگردیم دیگه ما آمدیم خانه خداحافظی کردیم دیگه وقتی که رفتیم پس زود رفتیم دیگه خود 1 ساعت دیر نشستیم که رفتیم طارق محمدی تمام بایکای خود تا موتر بالا کرده بود آماده بود گفت که بریم طرف وزیر اکبر خان در راه دانباغ رسیده بودیم که زنگ بچه بسم الله خان آمد بچه بسم الله خان زنگ داد گفت که محمدی صاحب کجاستی گفت کارت برون گفت هر چه عاجل برسون احمد مسعود در خانه ما بازم بسیار یک ذره سرکا بیروار بود و راه بندی بود حدود ساعتای 9 بجه شد دگاله بعد گفت که دلیوار ما برش گفت که محمدی صاحب خمی از بغل سفارت ایران که میریم اول خانه بسم الله خان بعد از اون سرکای فرصت است دیگه اون مردمای دیگه چی میگن امیر سیاستمدارا زیاد از اون کوچه رفت آمد میکرد دیگه مردم ها رو نمیماندن گفت باز از اون کوچه میریم در دفتر زود میرسیم گفت درست وقتی ما در خانه بسم الله خان رفتیم که بسیار بیربار بود دیگه آماده میشدن و مهمات و صلات توزیع داشت به اطرافش خود بسم الله خان نبود فقط بچهش بود بعد رفتیم این تماس گرفت گفت که احمد آمده در خانه احمد ولی سرک 13 ما یه رفتیم در سرک 13 که بسیار بیربار از کوچه بند است دیگه یک کماندان است و یک 40-50 تا محافظین احمد است و یک تعداد مردم های دیگه آمده بسیار بیربار است طارق گفت که موتر دور بتین در آمد داخل خانه 2-3 دقیقه طول نکشید تا 2-3 دقیقه احمد کشید از خانه بیرون مرا گفت که سردار تو برو پیشوری بشی خودش کت احمد در پشت سر شد هیچ کس دیگه را نماند فقط اینم یک موتر بسیار با سرعت بالا حرکت کردیم آمدیم در خانه بسم الله خان در خانه بسم الله خان که آمدیم اینجا دیگه مردم ها کلا که در خانه احمد ولی ماندن بعد اینجا که وضعیت دادی تلبیستن کیزام این تمام نیروها هم تلبیستن که شما بیایید امیجا وقتی که مردم ها امیجا آمدن یک نفر امیجا آمد که برازیو دیگه پناه آورد به نام عبدالخالق قنداری آمد گفت که آمر صاحب شما میری با پنجشیر دیگه مرم ببری کتی خودتون با پنجشیر که وضعیت خراب است همین طارق محمدی آمد گفت که توی پشتون کجا میبری در پشتت احمد مسعود گفت بعد احمد مسعود دیگه چیزی گفته نتونست برازی گفت که او آدم گفت تو با پنجشیر چی میکنی میری وقتی پنجشیر میری کو سلای تو کو پرتلی تو برو آماده شو من که پرسان کردم این عبدالخالق قنداری یکی از کماندانای منشور عامر صاحب بوده در وقت مقاومت سابق بوده فکر کنم دیگه یادم میتونه که از خود از یادم من پرسان کنه میگه با این بچه بسم الله خان گفتن که خانه بکشش این مسکین از خانه کشیدن رفت طارق محمدی برای ما گفت که تو برو پیش موتر استاد باش چون اول از ما هیچ بادیگاردی گفتم نامده بود فقط ما بودم احمد بود دلیور بود طارق بود دیگه اون وقت پیش خانه بسم الله خان نفش دیوارشون تاریخ زده بود یکی از بادیگاردای بسم الله خان برای ما گفت دیگه بسم الله خان 2 اولی داشت میرفتی دولی اولی باز داخل میشدی دولی دومی دیگه دیگه احمد تنها بود ما در پلیس استاد بودم دیگه طارق در تلفن صحبت میگه بسیار خوش بود برای ما گفت که بچه تو برو پیش موتر استاد باش بادیگارد بسم الله خان گفت نه تو همیشه استاد باش دیگه جا خام نست دیوال روبرو را اینطوری چپه کرده متوجه نموس باش این طارق چند بار آمد تکرار کرد گفت بچه ما برای تو میگم برو پیش موتر استاد شو تو در اینجا هستی ما تعجب کردم او بیدر نفر اول در اینجا موتر چی میکنن وقتی که رفتم پیش موتر یک مدت تیر شد که طارق محمدی آمد دیگه چند تا بایک و حدود 6-7 تا بایک بود بایک هم خرد بود حدود بایک های کلان نبود کلانترینش یک 60% بود دیگه این بایک واس کرد یک مقدار دلار گرفت میشه از یکی دیگه جاسازی کرد بایک ها دلار پر بود بعد از اینجا یک مدت طول کشید بچه بسم الله خان گفت که وزیر صاحب در سوق اداره است دیگه منتظر باشید میآید بعد پشت سرم دیگه پیام می اومد که طالب در شمالی رسید طالب در سر کوتل رسید طالب نه در سرای شمالی رسید که نه در سون خیرخانه رفت اینجا دیگه بسیار گتوازی زیاد شده رفت بعد برای احمد تماس گرفتن که یکی به نام جندال فهیم در میدان هوایی منتظر تو است که نعیم پیلوت یک طیاره را اوجا گرفتین منتظر است که تو بیایید بریم خواهی حرکت کردیم ما رفتیم به میدان هوایی وقتی که در میدان هوایی رفتیم اینجا انگلیس ها میدان هوایی نظامی
اینجا انگلیس ها اجازه ندادن، باید یک قماندان میدان به نامش یادم نمانده از فراج بود، گفت محترم اجازه داره در داخل میدان بگردد، من میتونم که شما را زیر طیاره ببرم. بعد یا گفت طارق گفت که من اجازه نمیتونم، میره کجا میبرید، باید من خودم باشم. کوی 5-6 نفر از جمله رئیس شعیب ماله بود و دیگه مدگل بود و که سابق کتامر صاحب بود و دیگه خود احمد بود و یک 7-8 نفری بودن، رئیس طاولا بود و یاد طیاره 6 تن رفتن در موتر شدن زیر طیاره. وقتی که زیر طیاره رفتن تمام بایکا در اینجا ماند. بعد یک بچه کاکای طارق به نام قاری نورالدین برای من میگفت که سردار تو متوجه نمی 2-3 تا بایک باش، فکر دنیمی بایک باشه. 40-50 تا بادیگارد بود، دور سال بودن که قماندانو، ما فقط اجازه داشتیم که نزدیک بایکا باشم. بعد طارق تماس گرفت از داخل میدان که بایکا را از راه قصبه بگیرید بیارید زیر طیاره. خب ما بایکا را ورداشتیم بردیم زیر طیاره، تسلیم کردیم برای هر نفرش که اینی بایک پیش تو ببرید، یارو 6-7 تا بایک بود، یارو ببرید به طارق تسلیم کنید. که بایکا را بردن به طارق تسلیم کردن یا پرواز کردن رفتن به پنجشیر. در پنجشیر که رفتن 2-3 روز دیگه ما در کارت پروان، در خانه کارت پروان، خانه کاکا تاج‌الدین اینجا را طالبان نگرفته بودن، چون که به خاطر یاد مذاکره بودن طالبان تا 15 روز هم در خانه کارت پروان کار نداشتن. ما در خانه کارت پروان می رفتیم میشستیم دان دروازه که جمعی 5-6 تا محافظینی که سابق در اینجا بود. بعد من گفتم میرم پنجشیر. بعد بچه کاکایش به نام دکتر سبحان که مالی بود، مالی دفتر سیاسی و بنیاد بود، این برای من گفت که تو پنجشیر میری تمام لباسای احمد مسعود در یک موتر دربست میگیرم بگی ببر. وقتی که من با اونجا بردم لباسا رو در پنجشیر، مردمان نبودن دیگه، سر قبر عامر صاحب بودن، بردم لباسا رو در جنگلک. شو بود طارق آمد گفت آمدی و بچه؟ گفتم آه. گفت چی کردی، چی آوردی؟ گفتم که این وسایلی که برای من تقسیم کردن کلش آوردم. گفت درست است. بعد شو خو کردیم، صبح برای من زنگ زد که کجا هستی؟ گفتم در خانه احمد ولی. گفت که عاجل بیا، نام قریشون یک نام داد، داخل گفت یا گداخل گفت بیا در اینجا. من بعضی پرسان کردم که داخل کجاست؟ گفت این پل بازارک خانه کاکا. خب من خواستم رفتم اینجا، طارق محمدی مرا تلویز یک اتاق به نام اتاق گل میگفتن، خانه کاکا تاج‌الدین منزل آخر، تا جات 6 تا خیسش در اتاق بوده. بعد در اینجا برادرش به نام شیخ یاسر میگن که در مصر درس خواند، یک بچهش که بچه کاکاش که قاری نورالدین نام دارد، یا 6 تا بودن کدش. یارو گفت شما از اتاق برای بری بیرون. مرا گفت خود سردار بیا بشین. گفت در کابل چی کردید؟ من گفتم هیچی، بایکا را آوردیم تسلیم کردیم دیگه، موترها را بردیم در جایی که گفته بود جاسازی کردیم، در خانه کارت پروان بودیم، هیچ گپی مشکلی نبود. گفت که یکی از بایکا در موتر ماندد. من گفتم رئیس هیچ بایکی نماندند، ما بایکا را تسلیم کردیم، هر بایکی که تو میگی ماندند تو رو برای ما بگو، من نفرش میارم که بایک چی کردی. گفت تو بچه وقتی که من میگم بایک مانده دیگه تو چه کار داری بگو مانده. ما از این گپ نمیفهمیدم که بایک آورده پت کرده در خانه بایک پت کرده. بعد دیگه یک موتر لنکروزر زیر امرالله صالح داده بود، یک موتر از قدیمی عامر صاحب بود، یک دانه لنجر داشتن دیگه، موتر احمد نداشت. 10-20 نفر در دنب احمد بود. طارق محمدی برای میگفت که در موتر کتیمه بشین. بعضی قماندانا میگفت سردار تو شخصی هستی دیگه، سلام نداری، جای هم نیست، تو در خانه باش. من میگفتم طارق محمدی اجازه نمیده که تو باید کتیمه باشی. این هم قماندانا شاهد هستن. من گفتم گناه من نیست. گفتن حالا چه بگم ما؟ چون که بایک پت کرده بود که باش از این گپ از کس از سردار پرسان نکنه، تی دور نره که بایک چه شد، چند بایک مانده بود. خب ما با دلوار تماس گرفتم که طارق، دلوار ما در کابل بود، که طارق محمدی میگه که یک بایک مانده. گفت سردار ما تو کل بایکا رو تاک کردیم با فلانیا دادیم، چطور میگه بایک مانده؟ بعدا در بایک 3 میلیون دلار بود. این 3 میلیون دلار طالبا طارق پت کرده بود در خانه، گویا به احمد مسعود گفته بود که بایک از پیش سردار به نام سعادت خان دلیور در موتر ماند، دیر طالبا بردن. بعد میگه که مدت تیر شد، گتواتی زیاد شده، رفت در پنجشیر یا حرکت کردگر شدن با سون تاجیکستان. بازی مرا گفت که تو در خانه باش و
5 6 تا محافظین زیر دست ما داد و تا بالا این بیک آخرش با تمام مردم بازارک معلوم شد که 3 میلیون دلار که از احمد پت کرده بود آمد طالبا از خانهشان گرفتن بردن. این از رفتن از کابل به پنجشیر، اتفاقی کابل و پنجشیر دیگه اتفاقاتی که در پنجشیر رخ داده بود که یک تعداد پاکستانی را قبل از سقوطی در دور جمهوریت طارق محمدی برده بود، کرباشه، کنده و گوت، من عکسایشو برات روی میکنم دیگه، تمام صوفای پارنده همه چیز بر از این نشان داده بود برای پاکستانی. من اونجا شاهد دارم که میتونه شما یک نفر تعیین کنید بره مصاحبه کند که آیا همین آدم در اینجا آمده بود نامده بود در پارنده. این کارا رو طارق محمدی کرده بود. زیاد گپ هست که ما بسیار وقت باشه که بشینم که تو صحبت کنم تمام جزئیات رو بگم که چه اتفاقاتی افتاده بود که قبل از اینکه جمهوریت سقوط کند یا یک سفر مخفیانه به قطر داشتن که آیا آگاه هستی یا نیستید 15 روز پیش از امی سقوطی. پس زمانی که قطر یا برگ حتی محافظین خبر نداشت، موترها را می آوردن به دفتر سیاسی کارت پرون می بردن به میدان هوایی گویا که به محافظین که احمد مسعود در داخل موتر است. اما ما از همه چی خبر داشتیم چون یک مخابره مخصوص پیش ما بود، یکی پیش طارق بود، یکی در موتر احمد بود، یکی در آشپزخانه بود که زمان آشپزخانه کار میشد صدا میکردن، اگه خارجی کسی میومد به ما دام در صدا میکردن دیگه. یا طارق محمدی بسیار پیسه زیاده از یک خانه صراف که من میبرم نفره نشان میدم در سرای حاج حمیدالله انتقال داد، در سرای حاج حمیدالله به خارج انتقال داد. همهش چور بود، همهش دزدی بود، همهش پول بود دیگه. یا از کجا موفق شوند؟ امروز هم داد از مسلمانی میزنن، داد از اسلام میزنن، داد از